افسانه. خوب دقت کن چی میگم. خودتو ببر به 50 سال بعد. چشماتو ببر. فکر کن توی اتاق دراز کشیدی، دیگه دستت تکون نمیخوره، پات تکون نمیخوره، یه اتاق نیمه تاریک، اگر بچه‌ای داشتی از پیشت رفت، تنها، خاطرات مسافرت ها، آدم ها هیچ تأثیری در اون لحظه تو نداره. آخرین نفس های زندگی رو قراره بکشی. دیگه هیچ طلوعی رو نمیبینی، هیچ غروبی رو نمیبینی، هیچ بادی قرار نیست به پوستت بخوره و قراره آخرین نفس تو بکشی و بری توی یک گور تنگ و تاریک که مثل میلیاردها آدم دیگه حتی جسمت هم نمونه. یک دفعه میبینی از لای پنجره یک نوری میاد، بهت میگه افسانه تو رو برمیگردونم به 50 سال قبل، یعنی امروز، و یک روز دیگه بهت میدم زندگی کن. حالا چشماتو باز کن، حالا زندگی کن. حالا امروز رو متفاوت زندگی میکنی، نه؟